بچه این وسایلی هم که گرفتم، یه ست برچسب رو بودم، یه جفت سرولف نارنجکی، یه جا کلیدی تر فکرم آدیداسه، یه سیم یو اس بی به تایپ سی نمیدم واسه چی، و یه دونه از اینا نمیدم پرچمه چیه آویزه نمیدونم. حالا بریم واسه وصل کردنشون. اول به نظرم اول برچسبا رو وصل کنیم. بریم. خب بچه بریم برچسبا رو باز کنیم. برچسبا هم ریختم. این نمیاد. حالا اینم میاریم. چیه این؟ نمیدونم بکن. آها این واسه کمک هست. بریم وصل کنیم. بچه ها جایی که میخوایم برچسب بزنیم و پاک میکنیم. خوب حالا برچسب این از این برچسب رو برمیداریم. چون کنده نمیشه برچسبه. ای بابا حالا من اینو بکنم بهتون نشون میدم. بچه ها رو کندیم. بریم واسه نصبش. من میگم اینجا بستش کنیم. اینا کج شد. اینجا خوب رو اینجا عالیه. حالا بریم واسه کمک عقب. خب بچه ها اینم بریم بس کنیم. اینم همینجا بس کنیم. میگم کج شد. نه خوب یه خود بچه ها دارم بکنمش. خود پایین در میزن. ای بابا خراب زدمش که. اینجوری میزنمش. اینجوری بهتر. این ما روی اینجا. بریم سراغ اون یکی برچسب رو وصلش میکنم میام بهتون نشون میدم. خب بچه برچسب بعدی اینه. اینم وصل کنیم. یه دستی نمیشه وصل کردن بهتون نشون میدم. باز اینم وصل کردیم. خیلی قشنگ رو خوشگل چسبید سر جاش. خب بریم سراغ برچسب بعدی چیان؟ ما قاب زنجیره که خود قاب زنجیر داره اما داغون شدن. بستش کنیم. اینم اول بکنیم. بکنیمش. همش رو یادم نیست بکنیم اندازه که این برچسب لعنتی در بیاد. برچسب قبلیش هم رو بوده. من یک کندم به اون یکی وصل کنم بهتون نشون میدم. بچه این هم از این یکی خوب نزن اما که بد نشست تقسیم ما نام. بریم سراغ بعدی کلی برچسب مونده. اینا راهنمان، اینا ترک بندن. آها اینو بچه اینجوریه یا اینا خیلی خوبن. بعد اینو بچسبونیم به این گلگیر فیلمش وسط من میگیرم. بچه اینم چسبوندم خیلی هم قشنگ شد. بریم بعدی. خب بچه بریم سراغ این هولوگراما. بچه واسه این که تایم ویدیو طولانی نشه همه رو میچسبونم و میام بهتون نشون میدم آخر سر. خب بچه ها من نظرم اینه که این کارتم بچسبونیم به کاربرات، یعنی باید سیم بس کنیم به کاربرات. و برچسب رو چسبوندم بده بهتون نشون بدم. تا برچسب اینجا بارکودا، این برچسب کوچولو، این دوتا یکی اگزایتا یکی سی دی آی.
برچسب رعره و هولوگرام، 2 تا برچسب چسبوندم به اینجا اضافه کردم، باز بارکود، هولوگرام و برچسب رعره، اگزایتر و CPI. حالا این سراغ سروالفا نارنجکی. یکیشون افتاد، سروالف شمیم درم. نمی‌دونید جا چیه، او که داغون شده. بابا نمیرم، من وصلش کنم بهتون نشون میدم. خب بچه ها وصلشون کردیم ولی من نتونستم اون کارت رو وصل کنم به این کارت من نتونستم وصل کنم چون قاب بغلمون انژکتوری کاربرات معلوم نیست. و کارهایی که انجام دادیم اون وسط من 2 تا برچسب درو، برچسب های کمک درو، برچسب درو کمک جلو، سروالفای نارنجکی، این چیز میشه بارکد راهنما، CDI و اگزایتر، سیار و باز اگزایتر، رهرو و هولوگرامش. بریم سراغ بعدی. خب بچه‌ها جاکیتی هم وصل کردیم، آدیداس. چند تا برچسب اضافه موند، برچسب و کارت که اونا هم ایشالله دفعه های دیگه وصل میکنیم. یا میذارم تو جلد شیشه ها دفعه های بعد. هم سویچی هم سروالفای قدیمی. من اون 2 تا برچسب البته یادم اون 2 تا برچسب دادم برق میزنم. و چون من اینو گرفتم که مثلا این کثیفم شده که مثلا وقتی که شارژ گوشیم تمام شد وصل کنم به هولدر، وصل کنم به گوشیم شارژ کنش. اینم حالا وصل کردنی نیست اما یه جایی میذارمش مثلا قابل دسترس باشه، مثلا میذارمش تو قاب بغل این کارو میکنم باش. عشق منین، یه خورده باهاتون صحبت کنم و ویدیو تمام کنم. خب بچه‌ها کارهای داشتگازم هم تمام شد، با یه موتور خفن تبدیلش کردیم. اینطوری چیزی نبود، قرار کلی وسیله‌های خفن روش نصب کنیم. من تازه هم مسافرت برگشتم اما قرار از این به بعد بترکونیم. عزیزای منید، چش و چال بنده.